بسم الله الرحمن الرحیم. افمن یتقی بوجه سوء العذاب، آیا او کسی که یتقی، یعنی آیا شما تصور بکنین حالت کسی را که به طرف دوزخ میره یا در آتش که پیشتر گفت که بالای سرشان آموت و چتری های از آتش از بالا و پایین می باشه، ای باز کتی چی روی خودم این آتش چی میکنه کتی روی خود، یعنی افمن آیا کسی که یتقی باز میدارد به وجهی توسط روی خود سوء العذاب یوم القیامه، سختی عذاب در روز قیامت، آیا این انسان باز مساوی هست با اون انسان هایی که هدایت شدن؟ وقیل و گفته میشه للظالمین، بر ظالمان، ذوقوا ما کنتم تکسبون، بچشین آنچه را که شما کسب کردین. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن کسانی که قبل از اینا بودن، فآتاهم العذاب، باز آمد برشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از جایی که اونا گمان نمیکردن. فاذاقهم الله، پس چشان آنان را الله متعال الخزی، رسوایی را، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، ولعذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت باز بزرگتر است. شما دقیقاً سائل کنین 20 سال پیش 30 سال پیش وقتی که ما معسل بودیم، طاغوتای خطرناکی بودن که به خاطر یک ریش بندیت میکردن، به خاطر نماز میکشتنت، به خاطر عبادت الله مانع میشدن. چی شدن همیا؟ الله متعال ذلیل ساختشان، بسیاریشان همیا در قبرها هستن، خوار ذلیل هستن، و بسیار شکل فجیعانه. شاگرد میخیزه استاد خود در دانش چی را میمانه؟ بالش تا میمانه میکشیش. و دیگر باز این الله متعال میگه که ببینین امی کسایی که نزدیک 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش چی کارا میکردن که یک بزرگ ریش سفید بشه 20 سال پیش چه قسم بود؟ میگه والا تو مردم های ظالم بودن، قاتل بودن، ناخونای مردم میکشتن، در بدنشان برق میدادن، کلشان ذلیلانه مردن. الله متعال میگه این ذلت خود ذلت دنیوی بود، ولی عذاب الاخرتی اکبر، عذاب آخرت بزرگتر است. لو کانوا یعلمون، اگر اینا میدانستن. الله متعال میگه ولقد ضربنا، و یقینا که ما بیان کردیم، للناس، بر مردم، فی هذا القرآن، در امی قرآن عظیم شان، من کل مثل، هر قسم مثال براتون بیان کردیم. حتی از پشه بیان کردیم، از عنکبوت بیان کردیم، از فیل بیان کردیم، از گاو بیان کردیم، از فرعون بیان کردیم، از شداد، از نمرود، از کافران، از مسلمانان، از پیغمبران، هر مثال برای شما بیان کردیم. چرا؟ لعلهم یتذکرون، شاید اینا پند بگیرن. قرآن، این قرآن عظیم شان عربیاً، با زبان شیرین عربی هست، غیر ذی عوج، که دو هیچ عیب نیست. زبان است که بسیار فصیح است، واضح است، شیرین است، مزه‌دار است، کلمات از این معانی بسیار قوی را در خود می داشته باشه. لعلهم یتقون، شاید که اینها تقوا بکنند. ضرب الله مثلا، همچنان الله متعال بیان کرده است مثال، رجلا، یک شخصی که فیه شرکا، حتی بر یک غلام الله متعال میگه که او غلام، تو اگر 5-6 تا بادار داشته باشی، سابق مثلا 5-6 نفر یک جا میشد میرفت یک تا غلام میخرید، این غلام بیچاره در بین 5-6 نفر، یکی میگه فاو بیار، دیگه میگه چای بیار، دیگه میگه پایان بشی، بالا بشی، دیوانه میشد. میگه تصور بکن اگر تو یک غلام باشه که 5-6 تا بادار داره، یک غلام دیگه است که یک نفر بادار داره، بسیار عادل است، خوب آدم است، هیچ آزارش نمیده. این 5 نفر، یکی پشت نسوار ریش میکنه، یکی پشت سیگارت، یکی پشت چلم، یکی میگه او بیار، یکی میگه فلانی بیار. آیا هر دوی از یه مساوی هست؟ الله متعال میگه که ضرب الله مثلا رجلا، الله مثال بیان کرده، رجلا، یک غلامی را که فیه شرکا، که او چند نفر شریک هستند، متشاکسون، تو شریکای هستن که وا متشاکس چی را میگن؟ همین شاگرده که دستن بسیار شوخی میکنه، استاد کتش به تکلیف است. حالا تو فکر کن که همون شاگرده که استاد قازار میته، اگر یه غلام داشته باشه او رو چه قازار میته؟ 5 تا شاگرد شوخ
یک چی رو گرفتن، یک غلامک دارن متشاکس، یعنی بسیار مردمای شوخ و مخالف و جنجالی. و رجلا سلما لرجل، در مقابلش یک غلام دیگه هست که او سالم هست، غلام است لرجل، برای یک شخص دیگه، برای یک شخصی که بسیار خوب آدم است. هل یستویان، آیا زندگی اردوی از اینا مساوی هست؟ حالا میگه اینمی قسم، یک نفر 360 بت پرستش میکنه، گاهی پیش جن عبادت میکنه، گاهی پیش درخت عبادت میکنه، گاهی مثلا پیش انسان عبادت میکنه، اما یک کس دیگه است که یک معبود داره که او را آرامش، عزت، اعصاب آرام برش دادن. الحمدلله، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثریت از اونها نمیدونن. انک میت، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو چون انسان هستی، مخلوق هستی، میتون مردنی هستی، میمیری. و انهم میتون، و اینا هم میمیرن. ثم انکم، سپس شما، یوم القیامتی، باز شما در روز قیامت، عند ربکم، به نزد پروردگارتان، تختصمون، با یکی دیگر گفتگوی میکنین. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله از او حالت نجات بده که خصم انسان در محکمه الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، و بدعتکارا یا همیشه دشمنشان رسول الله صلی الله علیه و سلم. چوری تهمت سر ما کردی؟ چوری گپ سر ما انداختی؟ بسیاری کساس، بسیاری چیزا در دین الله نیست، سنت رسول الله هم نیست، در رسول الله هم چی کرده میرن؟ تهمت کرده میرن. فمن اظلم، پس کیست ظالمتر؟ الحمدلله ما شما در سپاری 24 رسیدیم. فمن اظلم، پس کیست ظالمتر، ممن، نسبت به کسی که کذب علی الله، سر الله دروغ میگه. بدعتکارا سر کی دروغ میگن؟ سر الله. حال بسیاری کسا که نان یتیم میخوره روز دو، روز سه، شب جمعه 40، یار به نام کی میکنن؟ میگن که الله کرده. یعنی نان مردم میخوره، حق یتیم میخوره، به نام چی؟ با سر از دین نامش میمانه. وقتی کی گپا را گفتی، سر الله تومت است. کس کافر دوستی میکنه، باز میگه دست اسلام است. موسیقی ساز میرقصه، باز چی باز دم بشنشته میگه اسلامی. اینه دموکراتیک، دموکراسیه، باز پشت سرش چی نشته میکنه؟ اسلامی. اینی مردمایی که هر چیز چتل ده پشت سرش اسلام بند میکنه، الله متعال میگه یا بسیار ظالم هستن، بسیار بیدین هستن، سر الله تومت کردن، سر پیغمبر تومت کردن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و روز قیامت خصم از اینا میباشه. خصم چی رو میگه؟ که مثلا یک نفر در مقابل یک کس دیگه در روز در محکمه استاد میشن، خصومت دارن، جنجال دارن. الله ما را حفظ بکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله. فمن ازلم، پس کی ظالمتر من نسبت به کسی که کذب، دروغ میگه، بسته میکنه علی الله، بر الله، و کذب بالصدق، و دروغ تکذیب میکنه به صدق، سخنای راست. قرآن تکذیب میکنه، حدیث برش بگی تکذیب میکنه، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تکذیب میکنه، لکن بدعت ها رو چی میکنه؟ بر الله نسبت میده. اذ جاءه، وقتی که برش میاد الله میگه به غیر الله عبادت نکنید، بازی میگه نه اجازه هست، برو بیادر پشتی گپا نگرد، بکش مرغ زیر پای زمین قبر، ببر دیگلواره برش، مبرت اجازه میده، در دین است. بسیاری کساست وقتی که برش بگی که این کار نکنی، نه یا درست یا راست نمیگه. یک روز از صنف یک شاگرد گفتم بشه این فالبینا کس، این فالبینا ادعای علم غیب میگن یا کافر هستن، باید پیش از یا کس نره. این کسایی که در سرک فال میبینن و تاویزا رو نشته میکنن. این شاگرد صبح آمد میگه استاد من رفتم سعی کردم که یک دو نفر پیش اون دوشیشته او فالش ها نمیبینه. میگه رفتم برای جا گفتم که او کاکا تو اگه بی سواد هستی پیش از فالبین نشی، فالبین ادعای علم غیب میکنه، تو که تایید بکنی، تو در توحید وحدانیت الله که علم غیب الله هستی شریک میسازی. میگه این مردکه کمک تو بر خطا شد. میگه این اون دو برش چی میگه؟ بشی وهابی هست اگه پایشان گوش نگی. باز پیش کس دیگه که بره باز برش میگه برو میادر پشتی که پا نگرد، برو بشی فالت بی ساعت تیر کن. الله متعال میگه فمن اظلم ممن کذب علی الله، پس کیست بسیار ظالمتر؟ و ظلم بسیار بزرگ در قرآن چی است؟ شرک است. میگه کیست مشرکتر؟
خطرناک است. ممن نسبت به کسی که کذب علی الله، بر الله دروغ میگه، و کذب بالصدق اذ جاءه، و تکذیب میکنه سخنان صادقانه الله و رسولش اذ جاءه، وقتی که برش گفته شد. وقتی برش بگو برادر این قسمی نیست، الله این تو میگه، نه بسکو ما صحیح بخاری را قبول نداریم، پیغمبر انت میگه نه ما صحیح بخاری صحیح مسلم ما را قبول نداریم. چی را قبول داری؟ پدرا. خب الیس فی جهنم، الله میگه آیا نیست در جهنم مثوى للکافرین، جایگاه کافران، والذی جاء بالصدق و صدق به، اما در مقابل مؤمن حقیقی کسی است که جاء بالصدق. ببین مقایسه میکنه، یک نفر است قرآن و سنت ترک میکنه، سر الله تهمت میکنه، سر پیغمبر تهمت میکنه و بدعت ها رواج میده. در مقابلش یک کس دیگه است که او چی میکنه؟ قرآن میاره، سنت میاره، والذی، و کسی که جاء بالصدق، صدق یعنی سخن راستی که سخن الله و رسولش است، و صدق به، و به کتاب الله و سنت رسول الله تصدیق میکنه. الله متعال میگه اولئک هم المتقون، اینی هم متقیای حقیقی است. الله معرفی میکنه لهم ما یشاءون عند ربهم، خیر است. این متقیای حقیقی پیروان قرآن و سنت در دنیا مثل پیغمبرها رو سختی ها رو میبینن، مشکلات رو میبینن، هر کس برش یک نیش میرسانه، اما الله متعال میگه که لهم، باز بر از این متقیای حقیقی، ما یشاءون، آنچه را که بخواین، عند ربهم، به نزد پروردگارشان، ذلک جزاء المحسنین، این جزا و پاداش مردمای محسن و نیکوکار است. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، این سختی ها سر از اینا برای چی خیمه ایه؟ مشکلات چرا سر از اینا میه؟ مخالفت ها چرا در مقابل از اینا میه؟ یگان دفعه تو دعوتگر است، یک نفر دشنام میدی، قلبت مثل خنجر در قلبت زده باشه، تکت تکت دلت میشه. الله متعال میگه جگر خون نباش، این سختی رو سر تو به خاطر چی میارم؟ لیکفر الله عنهم، تا که الله ببخشه، کفاره کنه و دور بکنه از امین محسنین حقیقی اسوأ الذی عملوا، بدی هایی را که اینا عمل کرده. چون انسان گناهکار است، ما و شما عاجز هستیم، بیچاره هستیم، از پیش ما غلطی ها، گناه ها، اشتباهات همیشه میشه. آلی اینمی سختی ها الله میره تا الله ترا پاک بسازه، امی گناه های ترا الله ببخشه. این سختی ها بر زمین است. و یجزیهم اجرهم، باز الله متعال بدهد برشان پاداششان را، اجرشان را، به احسن الذی کانوا یعملون، در مقابل امو به احسن، بهترتر، در مقابل کارهای نیکی که عمل کرده بودن. یعنی الله متعال چقدر بنده های موحد، راستین، دوستداران قرآن و سنت دوست دارن. میگه سر شما سختی ها را میاره، میفهمین برای چی؟ به خاطر ازی که گناه هایی که کردین، اشتباهاتی کردین، ای پاک شود، در روز آخرت پاک صفا برین. ای گناه ها پاک شد توسط اینی سختی ها و مشکلات دنیا، اعمال حسنیتان باقی مان. پس باز اونمو در مقابل اعمال حسنیتان الله بر شما پاداش حسنه بده. الیس الله بکاف عبده، ای مردم، یکی پشت فلانی میره، یکی پشت وزیر میره، یکی پشت فلانی جنرال میره، یکی پشت فلانی قدرتمند میره، یکی پشت فلانی شخص میره، یکی پشت فلانی بزرگوار میره. تو که پیرو قرآن و سنت هستی، میگه الله برات کافی نیست؟ هر کس پشت یک مخلوق رفت، تو بر کی ماندی؟ برای الله. الیس الله، آیا کافی نیست؟ الیس الله بکاف عبده، آیا الله کافی نیست برای بنده هاش؟ و یخوفونک بالذین من دونه، باز این مردم های بیدین یک عادت دیگه دارن که شما را از همون بتهای خود میترسانن، از معبودهای باطل خود میترسانن. اگه این کفتر شاید شمشیر را بخوری پوستت میکنه، اگه اینی چوب غرض بگیری میکشیت، اگر اینی بت در کبیتی از بین میبریت. حتی رسول الله صلی الله علیه و از یا میترساندن. و یخوفونک، و ترا میترسانن این مردم بالذین من دونه، به کسانی که بغیر از الله اینا او را معبود خود گرفتن.
از معبودان باطل خود را چی میکنن؟ میزنن. و من یضلل الله فما له من هاد. ای رسول الله صلی جگر خون نشو، کسی را که الله گمراه کرده باشه بر از او هدایت کننده نیست. و من یهد الله، و هر کسی که الله هدایت بکنه فما له من مضل، پس نیست بر از او کسی گمراه کننده. الیس الله بعزیز ذی انتقام، آیا نیست الله متعال بسیار غالب در انتقام گرفتن خود؟ ولا ان سألتهم، اگر میگه از این مشرکین پرسان کنی که خب برادر من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میگه الله خلق کرده. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، پس آیا ندیدید ما آنچه را که تدعون شما طلب میکنین، دست دعا بر از بلند میکنین من دون الله، بغیر از الله. ان ارادنی الله بدر، اگر الله اراده بکنه بر ما کدام ضرر، هل هن کاشفات ضر، آیا باز اونا کشف کرده میتونن، دور کرده میتونن این بت‌های شما این تکلیف و ضررها را باز؟ او ارادنی برحمت، یا الله مرا بخواد که رحمت بکنه، هل هن ممسکات رحمته، آیا اونا باز میتونن که بگیرن مانع شون رحمت الله را؟ قل بگو برشان که حسبی الله، کافیست بر من الله، برین پیش از این بتایتان، من خود عقیده دارم که نفع رسول نمیتون نظرت. علیه یتوکل المتوکلون، بر الله توکل میکنن. این توحید در عبادت قلبی یکیش هم توکل است. پس توکل میکنن به الله کی؟ متوکلون، انسان هایی که حقیقتا قلبا به الله چی هستن؟ متوکل هستن. قل یا قومی، برشان بگو ای قومن اعملوا علی مکانتکم، شما هم عمل بکنین به طریقیتان. آن اینجا دو طریقه را میگن، یکی طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یک طریقای ساخت جنس انسان هاست. در عصر رسول الله صلی الله علیه و طریقه های بسیار مختلفی را مردم بدعت کرده بودن، نو جور کرده بودن. الله متعال برشان میگه قل بگو برشان یا قومی قومن اعملوا، شما عمل بکنین علی مکانتکم، بمو طریقیتان. مقایسه میکنه بین طریقی رسول الله صلی الله علیه و طریقه های دیگه که مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال میگه بگو برشان که شما اعملوا، عمل بکنین علی مکانتکم، بمو جای خود، به طریقی خود، انی عامل، و ما هم عمل میکنم بمو طریقی خود. فسوف تعلمون، باز شما ان شاء الله میفهمین که من یأتیه عذاب یخزیه، باز بر هر کسی که عذاب آمد الله متعال او را چی میکنه؟ یخزیه، او را رسوا میکنه. و یحل علیه عذاب مقیم، و بالای الله متعال میاندازه عذاب همیشگی. پس یک طریقه طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، و یک طریقه هم راه و روش دیگرایی که مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله متعال میگه که با نشان اونا به طریقه های غلط خود برن و تو بمو طریقه صحیح و حق خود باش. ان انزلنا علیک الکتاب للناس، ان انزلنا علیک، الله متعال میگه ما نازل کردیم بر تو کتاب را، للناس، بر مردم، بر هدایت مردم، بالحق، با توحید. اصل توحید در قرآن است، اصل توحید در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فمن اهتدى، پس هر کسی که هدایت میشه، فلنفسه، بر نفسش، و من ضل، و هر کسی که گمراه میشه، فانما یضل علیها، این گمراه میشه بالای چی؟ بر نفس خود، جزای گمراهی خودش میبینن. و ما انت علیهم بوکیل، تو نیستی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایشان نگهبان. اینجا هم مقایسه شد بین هدایت و بین گمراهی. کسی که هدایت میشه نفس خود از عذاب نگاه کرده، و کسی گمراه شده شخص خود در عذاب انداخته است. الله یتوفی الانفس حین موتها. اینجا مقایسه میکنه بین دو قسم مرگ. یکی مرگ است کوچک، این موت صغرا میگن، یکی موت کبرا هست. موت صغرا خواب است، همیشه که خواب کردینی این موت صغرا بود. از این خاطر صبحی که از خواب میخیزه میگه الحمدلله الذی احیانا، حمد و ثنا و صفت از بر او ذاتی که ما را زنده کرد بعد ما اماتنا، بعد از اینکه ما را میران، و الیه النشور. پس این موت صغرا هست. و یکی هم موت کبرا هست. بعضی کساست که همیشه مرد در خواب، الله موت کبرا را سرش میه، صبحی میرن که مرد چه شد؟ والا تو رفته بود رفت دیگه. یا کسی دیگه است که بس الله متعال پس روحش بر میگردونه، زنده میشه. الله متعال یتوفی، قبض میکند الانفس، نفسها را، روحها را، حین موتها، در وقت مرگش. والتی لم تمت، و کسی که در وقت مرگ نمرد، این باز چه وقت میمیره؟ فی منامها، در خواب خود میمیره.
فیمسک التی قضا علیها، باز الله نگاه منع میکند یا میگیرد التی او کسی را که قضا علیها سر از او فیصله آمده کرده، فیصله کرده برای از او چی را؟ الموت، مرگ را. و یرسل و میفرستد الاخرى روح دیگر را. یکی رو ببینید در خواب مرد و دیگهش از خواب پس خیست. این که میخیزه تا چه وقت میخیزه از این خواب؟ الی اجل مسمى، تا وقت مقرر. ان فی ذلک یقینا، که در این کار لآیات دلایل هست و تسلیمی به شریعت الله لقوم یتفکرون، برای کسایی که صاحب تفکر و اندیشه سالم هستند، روشن فکر هستند، روشن فکر قرآنی. ام اتخذوا، یا گرفتن من دون الله شفعاء. اینجا مقایسه است بین دو شفاعت، یکی شفاعتی که حق الله هست، یکی شفاعتی که این بت‌ها را به نام شفاعت میگیرن و خدا گمراه میسازن. الله متعال میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا اینا بغیر از الله گرفتن شفاعت کردن؟ قل، بگو برشان اولو کانوا لا یملکون شیئا، یا خب بیچارا مالک هیچ چیز نیستن، ولا یعقلون، یا عقل هم ندارن. این بت‌ها چطور میتونن پیش الله ایستاد شون و گپ بزنن؟ این شفاعتگرای شما کی برشان حق میده که گپ بزنن؟ من ذا الذی، آیات دیگه قرآن که میگن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، حتی پیغمبر شفاعت کردن نمیتونه بدون اجازه الله. این بت و این قبرها و این مردمایی را که شما میگیرین، این جنها را، یا هیچ وقت شفاعت شما را کردن نمیتونه. قل بگو لله، خاص برای الله هست، شفاعت جمیعا، حق شفاعت تمامی حق کی است؟ حق الله است، خاص برای الله است. باز الله اگر خاص برای کس میته، اگر نخواست نمیته. له ملک السماوات والارض، برای الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. این میخواستم که مالکیت آسمان ها و زمین مربوط الله هست، شفاعت هم حق کی است؟ حق الله هست. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی الله رجوع میکنین. باز فرق بین مشرک و موحد در چی هست؟ میگه این مثالش الله بیان میکنه، مقایسه میکنه، باز مقایسه میکنه بین کسی که موحد است و بین کسی که مشرک است. مشرک چی عادت داره؟ میگه برای مشرک هر قدر قصه بگویی و فکایی بگویی و داستان بگویی و یپاره بگویی تو خوشحال میباشه، دول بزنی، طبله بزنی. اما مجرد که دمی بین مشرکا توحید بیان کردی، اشمعزت چی معنی؟ نفرت میکنه. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که یاد شود الله به وحدانیتش، اشمعزت، نفرت میکنه. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، قلبهای کسانی که به آخرت ایمان ندارن. و اذا ذکر الذین من دونه، باز اگه بغیر از الله بگن نه اینجا درس توحید نیست، اینجا ما فلانی شاعره زندگیش تجلیل میکنیم، فلانی شخصیت دربارش گپ میزنیم، باز خیلی ما میشینیم، اجازه است آقا ما بشینیم کتتان، ما هم در مجلسان اشتراک کنیم، بیاین پیلگه که شیران بگی بخو دی بشه. اما اگه باز گفت که نه برادر اینجا مجلس چی است؟ توحید است، عقیده بیان میشه، باز یا چی میشن؟ اشمعزت میشن. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که الله به وحدانیتش یاد شوه، اشمعزت، نفرت میکنه. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، قلبهای کسانی که به آخرت ایمان نداره. و اذا ذکر الذین من دونه، اما اگر وقتی یاد شوه بغیر از الله دیگران یاد شوه، قصه ترامپ شوه و قصه اسرائیل شوه و قصه وزیر خارجه امریکا شوه و قصه فلانی شوه، باز کل گیرگشیش گوش بگیرین که بسیار خوب مجلس سیاسی است. اذا هم یستبشرون، باز بسیار دیگه خوشحال میشن. قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگی رسول الله صلی الله علیه و یا الله، میم که است اصلا اللهم یا الله هست، یا از اول حذف میشه در آخرش میم آورده میشه، هر دو شک مانم میده. اللهم بگو ای رسول الله صلی الله علیه و یا الله فاطر السماوات والارض، ای ذاتی که تو خلق کننده هستی آسمان ها و زمین را، عالم الغیب و الشهاده، تو عالم هستی، عالم غیب و آشکارا، کلش میفهمی. انت تحکم بین عبادک، تو فیصله میکنی در میان بندگانت، فیما کانوا فیه یختلفون، فیما در آن چیزی که کانوا بودن فیه در آن یختلفون، اختلاف میکردن. آل مقایسه ارزش مال در دنیا و بی ارزشی مال در آخرت. ولو ان للذین ظلموا، و اگر یقینا
للذین، برای کسانی که ظلم و ظلم کردن، شرک کردن، ما فی الارض جمیعا، تمام ثروت‌های زمین به دست از اینا باشه، و مثله معه، و به امرای امی ثروت‌های زمین مثل از یک چند دیگه هم اضافه باشه، یا بخواین که لفتدو ایره فدیه و بدله و عوضی بتن بهی به آن من سوء العذاب، از سختی عذاب یوم القیامه، در روز قیامت الله از پیشون قبول نمیکنه. کل اجرام که بته الله پیش الله کل مالشان هیچ ارزش نداره. و بدا لهم من دون الله، و بدا لهم، و بدا آشکار می شود لهم برشان، من الله از جانب الله، ما آن چیز که لم یکونو یحتسبون، که او را حساب نمی گرفتن. اونا پیشان اعمال صالحه در دنیای چه ارزش نداشت، مال ارزش داشت، در روز آخرتی مال از پیش الله هیچ ارزش نداره، و او چیزی که ارزش داشت او را هیچ حساب نمی گرفتن. و بعد لهم، و آشکار میشه برشان، سیئات و ما کسبوا، زشتی های آنچه کرده، و حاق بهم، و احاطهشان میکنه، ما کانوا به یستهزئون، او عذابی که کانوا بودن بهی به آن یستهزئون، استهزا میکردن. قبر چیز خنده میکردن، برو بیادن قبر مردی خلاص هستی، دوزخ پل صراط نبیادن دیگه پای زیر سرکی سعی که خدا ملا ساختال بر ما، قبر است و صراط است و میزان است و فلان است و فلان است و فلان است. گویند خوردنش مایی در این ملک حرام است، آن چیز که حلال است در این ملک کدام است؟ حال که شراب نخوریم و روز عاشقا را تجلیل نکنیم و این نکنیم و نکنیم. این الله متعال میگه سر بسیاری چیزا اینا استهزا میکردن، سر آخرت استهزا میکردن. و اذا مس الانسان ضر، الله متعال میگه وقتی که برای یک انسان ضرر برسه، تکلیف برسه، دعانا باز بسیار خوب دیگه باز سایلش کنی که در شفخانه سر چپ افتاده خرخر کرده میره، باز میگه آه خدا الله بوده هم چیز زده میره. ثم اذا خولناه نعمتا منا، باز وقتی که برزی یک نعمت برسه، قال انما اوتیته علی علم، مرا ولا فلانی دکتر صاحب که بسیار متخصص بود همون شفا داد. خیلی چرا اونجا یک روز یک کسی میگفت که موسیقی غذای روح هست، ما گفتم ان شاء الله پدرت که مرد باز یاسین شریف از سرش نخوانی، تو موسیقی رو چالان کن. باز بیدین هم که ببینید دواده جان کندن، باز نمیگه دواده جان کندن که غذای روح موسیقی است. خیلی غذای روح که موسیقی است، خب چالان کن سازه، که سازه چالان کنه که دیوال بزنه، باز میفهمه که نه، میفهمه که غذای روح چی است؟ قرآن است. از این خاطر دواده مرگ این بیدینا رو ببینن، ما کمونستان رو دیدیم که الا میگه بیار تو بیا قاری سبه میگه یک یاسین بخوان که می روحی ازی برای او دیگه تو خور 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 لا توبه. و اذا مثلا انسان دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا، باز وقتی که خولناه بدهیم نعمتی از جانب خود، قال انما اوتیته علی علم، ایره خصیب ما علم داشتم، اقتصاددان هستم، دانشمند هستم، ای از جانب الله نیست که ما خودم زحمت کشیدیم، مثل که قارون میگفت بل هی فتنتون، بلکه الله متعال میگه این یک امتحان است، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لا اکثریتشون نمیفهمن. قد قال های رسول الله صلی الله علیه و آله، این سخن اول کافرای حال نمیگه، قد قال الذين من قبلهم، این سخن را گفته از کسایی که قبل از اینا بود، فما اغنوا عنهم ما كانوا یکسبون، باز فایده نکرد ازشان آن چیزی که کسب میکردن، فاصابهم، بس رسید برشان، سیئات ما کسبوا، بدیهای آن چیزی که کسب کرده بودن، والذین ظلموا، و کسانی که ظلم کردن، من هؤلاء سیصیبهم، کسایی که از اینا ظلم کرده بر از اینا هم میرسه سیئات ما کسبوا، زشتی ها و بدی های آن چیزی که اینا انجام میتن، و ما هم بمعجزین، و اینا نیستن عاجز کنندگان که الله را عاجز بکنن از انتقام گیری از ایشان. اولم یعلموا، آیا نمیدانین اینا که ان الله یبسط الرزق، این مقایسه هست بین وسعت رزق و کم بودن رزق. الله متعال میگه که این الله هست که یبسط الرزق لمن یشاء، وسعت میته، فراخی میته در رزق برای هر کسی بخواه، و یقدر برای هر کس که بخواه مقدر میسه. زیادی الله تکرار میکنه که او مردم در کمی و زیادت رزق کفران نعمت نکنین، بی صبری نکنین. ان فی ذلک یقینا دلیل آیات، نشانه های از قدرت است، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان دارن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، این قاعده بسیار خوب است از رحمت الله. الله متعال سعی کنین بگه یا عبادی، اینجا در حالی که الله متعال
شرابخور، زناکار، دزد، گناهکار، خطرناک، کل از اینا را الله متعال سخت الفاظ استعمال نمیکنه. با وجود اینکه گناه کردن الله متعال رحمت خدا برشان بیان میکنه. چی میگه بر از این؟ قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و یا عبادی، او بنده های ما، اینا را عزت میته، کرامت میته. میگه ای بنده های با عزت ما و کرامت ما، الذین، او کسانی که اسرفوا علی انفسهم، زیاده روی کردن در نفس های خود و گناه های صغیره و کبیره مبتلا شدن. بر از اینا بگو که لا تقنطوا، ناامید نشین، من رحمت الله، از رحمت الله. ان الله را بشناسین که الله یغفر الذنوب جمیعا، تمامی گناه ها را میبخشه. اشکو که شیطان بازیتان نده که در یک گناه مبتلا شدی، باز شیطان میبرد میگه که تو دیگر بخشیده نمیشی، تو خلاص هستی. الله میگه تو بنده ایم هستی، تو با عزت هستی، اشتباه کردی لکن مخور رحمتم است. ان الله که است یغفر الذنوب جمیعا، میبخشه تمامی گناه ها را. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، به خاطر که الله این نامش است، این صفتش است که بسیار بخشاینده هست و در عین بخشش رحیم، مهربان است. یعنی بخشایشگری که در عین بخشایش سون گناه سیل نمیکنه، سون رحمت خود سیل میکنه. این بر انسان مسلمان چقدر آرامش قلبی میتن. و انیبو، از این خاطره مردم رجوع کنید الی ربکم، به پروردگارتان، و اسلیمو، و تسلیم شوین له، به الله، من قبل، پیش از اینکه ان یأتیکم، بیاید بر شما العذاب، عذاب، ثم لا تنصرون، باز کمک نشین. و تبعوا احسن ما انزل الیکم، و متابعت بکنین از بهترین آنچه که بالای شما نازل شده، من ربکم، از جانب پروردگارتان، من قبل ان یأتیکم، قبل از اینکه بیاید بر شما العذاب، و بغتة، عذاب ناگهان، و انتم لا تشعرون، باز شما وقت خبر نباشین. ان تقول، ای که بگه نفسون، یک شخصی باز دمون وقتی که عذاب آمد ناگهان باز بگه یا حسرتا، وای افسوس بر من، علی ما فرطت، که ما بسیار افراد کردم، زیاده روی کردم. یا بسیار فرط یفرط تفریطا، تفریط چی را میگه؟ کوتاهی و کمی است. یعنی فی جنب الله، در حق الله کوتاهی کردم، نمازش نخواندم، روزیش نگرفتم، توحید درست مراعات نکردم، عبادت الله را نکردم، ذکر الله را نکردم. و این کنت لمن الساخرین، ای که بودم من از جمله مسخره کنند. او تقول، یا ای که بگویه لو ان الله هدانی لکنت، اگر الله هدایت میکرد، لکنت من المتقین، من از جمله متقیان می بودم. او تقول، یا ای که بگویی حین ترى العذاب، وقتی که عذاب باز ببینی، لو ان لی کرتا، اگر یک کرت، یک مرتبه بازگشت بر من می بود، فاکون من المحسنین، باز من از جمله محسنین می بودم، نیکوکارا می بودم. این قسم نکنین که وقتی که یک دفعه فرصت از دست رفت، باز بعد از میگه که والا اگر برای من یک دفعه دیگه هم فرصت بتین، باز من بسیار آدم خوب میشم. پیش از اینکه این ادعاها را بکنی و باز وقت به دردت نخوره، همین کوشش رو که از جمله محسنین باشی. بلا، چرا نه؟ یکی نعم است، یکی بلا. در زبان عربی نعم وقتی که میگیم به معنای بله، و بلا وقتی که گفته میشه الیس الله بکاف عبده، بازوی نعم نمیگی، باز میگی بلا، یعنی که هست. بلا قد جاءتک آیاتی، الله متعال میگه که یقینا که بر تو آمد آیات من، آیات قرآن آمد، احادیث پیغمبر آمد. فکذبت بها، بازی را تکذیب کردی، و استکبرت، و تکبر کردی، و کنت من الکافرین، از جمله کافرها بودین. آل الله متعال مقایسه مؤمنین و کافرین در قیامت میکنه، در آخرت. اینجا چندین جای بین موضوعات مختلف به شکل مقایسوی بیان شد. و یوم القیامت، و در روز قیامت، ترى الذین کذبوا علی الله، کسانی که تکذیب کردن بر الله یا دروغ گفتن بر الله، کسایی که سر الله دروغ میگه، سر پیغمبر دروغ میگه، شریعت الله را تغییر میده، احکام الله را تغییر میده. الله متعال میگه که این مردم ها یا را باز روز قیامت ببینی که وجوههم مسوده، که روهایشان الله سیاه کرده. از سیاهی رویشان دیده میشه که یا مردم های دوزخی هستن. الیس فی جهنم، آیا نیز در جهنم، مثوى، جایگاه، للمتکبرین،
برای مردمای متکبر. و ینجی الله الذین اتقوا، و نجات میدهد الله الذین، کسانی را که اتقوا تقوا کردن، بمفازتهم به کامیابیشان، لا یمسهم السوء بر از اینا نمیرسه هیچ کدام بدی، ولا هم یحزنون و اینا جگرخون هم نمی باشه. الله خالق کل شیء. ای مردم عقیده داشته باشین که الله متعال کس خلق کننده هر چیز است و هو علی کل شیء وکیل، و الله متعال بر هر چیز نگهبان است. له مقالید السماوات والارض، به تصرف الله هست کلیدها. مقالید اصلا قلاده گردن بنده میگن، یعنی گردن آسمان ها و زمین که ما به شما کلید میگیم. مقالید یعنی کلیدهای آسمان ها و زمین در تصرف الله هست، مالک متصرف الله هست. توحید ربوبیت. والذین کفروا بآیات الله، و کسانی که کافر شدن با آیات الله، اولئک هم الخاسرون، اینا بسیار مردمایی هستند که در نقصان هستند. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگو برشان این جاهلایی که پیشتون میان مشرکین، اینا حتی پیش پیغمبر میان، پیش دعوتگر میان، اینا رو دعوت میکنن که عبادت غیر الله را بکنن. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، افغیر الله، آیا بغیر از الله، تأمرونی شما امر میکنید مرا اعبدو که عبادت بکنم، ایها الجاهلون، ای انسان های بی خبر. ولقد و یقینا که اوحی الیک وحی شده به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الی الذین من قبلک، و به کسانی که قبل از تو بودن، به دیگرها پیغمبرها هم امی قسم وحی شده. لئن اشرکت، اگر تو شرک بیاری، لیحبطن عملک. حبط یحبطو از بین رفتن، لام حتما، لام تأکید، نون توکید ثقیله، دو توکید دیگه. یعنی اگر شرک بیاری، در ذات الله کس را شریک بسازی، یا در صفات الله کس را شریک بسازی، یا کدام عبادتی را بغیر از الله به کدام مخلوق بکنی، یا کدام قانونی را بغیر از شریعت الله تطبیق بکنی و بپذیری، یا کدام فعل از افعال الله را خلق کردن و شفا دادن و روزی دادن به غیر الله نسبت بتی و تقاضا از مخلوق بکنی، الله متعال میگه حتما لیحبطن، حتما نابود میشه عملک، تمام اعماله. باز اعمال این شرک تو چی دست؟ مثل که گوگر ده چی پرتی دمو در بیتیدم بین پخته، یک وقت سعی کنی که کوت پختید کلش چی شده؟ از بین رفته تمام اعمال صالحید. ولتکونن، این هم جزای شرک است خطرناک. و حتما تکونو میشوی، لا تکونو حتما میشوی، لا تکونن حتما میشوی من الخاسرین، از جمله خساره کنندگان. بل الله فاعبد، بلکه فقط الله را فاعبد، عبادت بکن. و کن من الشاکرین، و باش از جمله شکر کنندگان یعنی موحدین. و ما قدر الله حق قدره، این مردم بیدین و مشرک قدر نکردن، قدردانی نکردن الله را حق قدره، قدردانی که الله مستحق از او هست که او توحید است. والارض جمیعا قبضته، تمامی زمین، والارض الزمین جمیعا تمامی، قبضته در قبضه الله می باشه. یوم القیامتی، در روز قیامت. و السماوات، و آسمان ها، مطویاتون پیچنده می شده باشه، بیمینه، به دست راست الله. دست که شما کاغذ میگیرین تو تاو میتینی قسمی قاطش میکنین، میگه همین قسم تاو میگیرید دستت میگیری، میگه همین آسمان ها اینمی قسم پیچانده می شده باشه به دست الله، قدرت خود الله بر بنده ها نشان میده. و این مردم سبحانه و پاکی سوره و تعالی و بسیار عالی است مقام الله، اما از آنچه که یشرکون به املا از او شریک می سازن. مثل که یک نفر میلیاردر باشه دیگه، خوب یک دفتر بسیار لوکس داره و موترهای بسیار لوکس داره و
تجار بسیار تجاری هست که یک امضای از زو مثلا 10 میلیون دلار یک شرکت امضا میشه. یک کسی برای شرکت جولی رو میاره میگه میره شریکت میگیری او میگه تیر سید تیلا و در سید. او خالقی که با عظمت است، زمین مثل یک تشلگک در تصرف از او می باشه، آسمان ها و زمین مثل یک کاغذ که تو میدی به مثل یک کاغذ واره پیشش بی ارزش است، بر از او میخید یک بوته، یک قبر، بربوره، سپند، یک دانگه که چی رو میگن امو صدفه، یک دانه تاره، به جلال و عظمت الله تشبیه میکنی و بازو رو میگی بر ما بچه میته و دختر میته و بلا را از ما دور میکنه و مشکلات دور میکنه. الله متعال میگه ببینید که این مردم چقدر بیعقل هستن. له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله، والذین و کسانی که کفر و کافر شدن بآیات الله اولئک هم الخاسرون. ایده خواندیم نه؟ خب سبحانه و تعالی عما یشرکون، سبحانه پاکیست بر الله، و تعالی و بسیار عالی هست مقام و منزلت الله، اما از آنچه که اونا یشرکون شریک می سازن این مخلوقات ضعیفه با او. و نفخ فی الصور، و روز قیامت روز است که دمیده می شود در صور، فصعق پس بیهوش می شود، من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، تمامی مخلوقات، آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و من فی الارض، و آن مخلوقاتی که در زمین هستند، الا مگر من شاء الله، آن که الله بخواهد. ثم نفخ فیه، ثم سپس نفخ، یک سور اولی وقتی که دمیده میشه کل مردم از بین میرن. ثم نفخ فیه اخرى، باز مرتبه دیگه باز دمیده میشه، فاذا هم قیام، باز اینجا بعث بعد الموت شروع میشه، قیام استاده میشن، ینظرون نظر میکنن، و اشرقت الارض بنور ربها، و روشن میشه زمین به نور رب خود، به قدرت الله متعال، و وضع الکتاب، کتاب گذاشته میشه، و جیء بالنبیین، و آورده میشن پیغمبرا و شهدا و شهیدان، و قضی بینهم بالحق، و فیصله میشه در بینشان به حق و انصاف، و هم لا یظلمون، و هیچ کسی ظلم نمیشه، و وفیت، و کامل پرداخته میشه کل نفس ما عملت، بر هر نفس آنچه که عمل کرده، و هو اعلم بما یفعلون، و به شک الله بسیار عالم است به آنچه که فعل میکنن. وسیق، و رانده میشون و برده میشون، الذین سوق کرده میشون، الذین کسانی که کفر و کافر شدن، الی جهنم، به سوی جهنم، زمرا، گروپ گروپ، گروه گروه، لشکر لشکر، حتی اذا جاؤوها، تا ای که وقتی به پیش دوزخ بیاین، فتحت ابوابها، یک صدای خطرناک میکنه دروازه دوزخ باز کرده میشود، فتحت ابوابها، باز کرده میشود دروازه های دوزخ، و قال لهم خزنتها، و برشان میگه امو خزانه دوزخ، کسایی که مسئولین هستن در دوزخ، آلیار اونا هم سوالهایی میکنن که خوب ذلیل شون، الم یأتیکم رسول منکم، آیا پیش شما نامده بود پیغمبرایی که از خودتان باشه، یتلون علیکم آیات ربکم، که بر شما تلاوت بکنه آیات ربتان را، و ینذرونکم، و شما را بترسانه لقاء یومکم هذا، از ملاقات ایروز. قالو میگه بلا نه، اونا میگه چرا نه، قالو بلا چرا نه، بلکه آمده بودن، ولكن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، باز برشان گفته میشه که حق شد، ثابت شد حکم عذاب بالای کافران. قیل ادخلوا، صدا میشه برشان گفته میشه که ادخلوا، داخل شوین، ابواب جهنم، از دروازه های دوزخ، کافرا اینی دروازه تان است، مرتدها اینی دروازه تان است، مشرکین اینی دروازه تان است، منافقین اینی دروازه تان است، خائنین اینی دروازه تان است، دشمنای الله و رسولش اینی دروازه تان است. خالدین فیها، بر همیشه می باشند در دوزخ. قیل ادخلوا، برشان گفته میشه داخل شوین ابواب، به دروازه های جهنم دوزخ،
خالدین بر همیشه می باشند فیها در امی دوزخ. فبئس بسیار زشت جای است مثوى المتکبرین جایگاه متکبران. وسیقه و سوق و اداره و روان میشن الذین کسانی که تقوا می نبودن و می ترسیدن ربهم از ربشان خالقشان. با کدام طرف روان میشن؟ الی الجنت به طرف جنت. زمرا گروپ موحدین، مجاهدین، شهدا، تمام از اینا مسلمانای حقیقی، کسانی که در جوانی در عبادت الله مصروف هستند، به طاعت الله مشغول هستند. حتی اذا جاؤوها وقتی که به نزدیک جنت بیان و فتحت ابوابها و باز شود دروازه های جنت و قال لهم باز برشان میگه خزنتها امی کسانی که نگهبانای جنت هستند، دروازه‌بانای جنت هستند، مسئولین جنت هستند، سلام علیکم، السلام علیکم ماندن نباشید. چقدر زیباست ملائکه برات بگه السلام علیکم، تو برش بگی و علیکم السلام. تبتم، واقعا شما با عقیده پاک زندگی کردین، با جسم پاک زندگی کردین، با فکر پاک زندگی کردین، با اخلاق پاک زندگی کردین. فادخلوها، داخل شوین با امی پاکیتان در جنت خالدین بر همیش. و قالوا باز جنتی ها چی میگن؟ الحمدلله، حمد و ثنا و صفت است خاص بر الله الذی او ذاتی که صدقنا وعده، راست کرد وعدهش را، و اورثنا الارض و به میراث ما گذاشت زمین را، نتبوأ من الجنت، جنتی که ما خانه میگیریم از جنت، باغها، قصرها، حیث نشا، هر جایی که میخوایم. فنعم، بسیار عالی و زیبا هست اجر العاملین، پاداش عمل کنندگان. و تر الملائکه، با زمین وقت میگه ملائکه را میبینی که حافین من حول العرش، که میگردن در اطراف عرش الهی. یسبحون، اونا هم مخلوقات معصوم پاک الله هستند، تسبیح میگن به حمد ربهم، به حمد و ثنای پروردگار خود. چقدر خوشحال میشی والا سیک ملائکه را مثل ما واره. ما در اطراف کعبه میگشتیم تسبیح میکردیم، در مساجد تسبیح الله را میکردیم. اینا در گرد عرش الله. و قضی بینهم بالحق، و فیصله میشه در بین از اینا به انصاف. و قیل، گفته میشه که الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که رب العالمین، پروردگار عالمیان است.